دیروز در دایره بازی‌های دور دوم مرحله گروه یورو 3 بازی دیگر انجام یافتند که این نوبت در گروه هیچ یکی از دسته‌ها راحت مستقیم مرحله پلی آف را برایش تامین کردن نتوانست. با کلی باشد 21مین بازی از 51 بازی دایر شده. از این پس پاتریک شیک با 3 گل بهترین حمله‌ور دانسته می شود. با کلی شما سلام و این روزنامه یورو 2020 است که از یورو فوتبال میگوید. امروز پیش از سخنها سری 3 بازی برگزار شده اندکی هم باشد در مورد امکانیت‌های دسته‌های شامل گروه A بهره برآمدن از گروه صحبت می‌کنیم. در گروه A اگر ایتالیا در بازی اخیر مغلوب نشود موقع اول گروه را از دست نخواهد داد، در حالی که ویلز میتواند جای دوم گیرد به شرطی که اگر مساوی میکند و یا که شویتزاریا ترک‌ها را مغلوب کردن نتواند. منتخب شویتزاریا باشد در صورت جای دوم را اشغال میکند اگر که خود پیروز شود و ویلز دچار باخت شود. در چنین صورت تناسب توپ‌ها به نظر گرفته می شود و اگر شویتزاری‌ها دچار باخت شوند بدون یگان امکانیت به خانه رهسپار می شوند. امکانیت یگانه ترک‌ها برای اشغال زینه سوم باشد پیروزی بر شویتزاری‌ها می باشد. نخستین بازی برگزار گردیده سنه 18 ایون در یورو باشد بازی بین منتخب‌های شویتسیا و اسلواکیا در ورزشگاه سنت پتربورگ می باشد که اسکاندیناوی‌ها شاهد ظفر چشیدند. و بازی مذکور که اسلواک‌ها با 3 گل گرفته از پولشا و شوئدها پس از مساوی با اسپانیا وارد میدان شدند رقابت برابر صورت گرفت. در ردیف قسمت بیشتری بازی هرچند که منتخب اسلواکیا با نگاه یکبینانه مربیش شتفان تارکوفسکی هجوم‌های نظررس انجام میداد، اما گل یگانه شوئدها در دقیقه 77 در اجرای نیم حمایتگر هجومکار اربی لایپزیگ امیل فورسبرگ از پنالتی اسلواک‌ها را ناکام کرد. دسته تارکوفسکی هرچند که تا آخرین فرصت‌های بازی تلاش به نتیجه مساوی نمود، اما نتیجه بازی بالاخره تغییر نیافت و دستپروران یان اندرسون با کسب 4 گل موقتاً به زینه اول گروه ای برآمدند. بهترین بازیگر این دیدار باشد ستاره نوطلوع از شویتسیا الکساندر ایساک گردید. دومین بازی روز 18 ایون در ورزشگاه هایدن پارک شهر گلاسگوی شتلندیا میان منتخب‌های خرواتیا و چخیا در دایره بازی دور دوم گروه دی دایر گردید. رقابت بین این دسته‌ها نهایت شدید و با کوشش‌های طرفین صورت گرفته الکی در نتیجه یک برخورد بحث برانگیز در جریمه‌گاه خرواتی حمایتگر دسته زنیت پتربورگ دیان لوورن قاعده ستیزی نمود و ضربه پنالتی در اساس وار تعیین شده را چخی آسیب دیده پاتریک شیک در دقیقه 37 پرثمر انجام داد. پاتریک شیک با همین سومین گل خود را به ثمر رسانیده عین حال از بهترین حمله‌ور یورو 2020 دانسته می شود. 2 دقیقه از نیمه دوم بازی گذشته بود که ایوان پریشیچ تلاش‌های جانب خرواتی‌ها را به گل تبدیل داد و نتیجه رقابت را 1-1 نمود. پس از گل زده شده پریشیچ هرچند که جانب چخی و دسته لوکا مودریچ در راه پیروزی زحمت می‌کشیدند، اخیراً دروازه‌بان‌ها یگان توپ از دورشان نگرفتند و خود بازی با نتیجه مساوی 1-1 انجام یافت. بهترین بازیگر این دیدار باشد لوکا مودریچ دانسته شد. جفت دیگری گروه دی باشد در دایره بازی دور دوم مرحله گروهی در ورزشگاه ومبلی به هم آمدند و اگر منتخب انگلیا شاتلندی ها را شکست میداد شیران سگانه از 4مین دسته اشتراکچی مرحله حذفی مسابقات میگردید، ولی چطور معلوم شد دسته ساوتگیت از میدان بدون پیروزی بیرون شد. در دربی سرسخت بریتانی که اخیراً بدون یگان گل انجام یافت هر دوی جانب‌ها حمله‌های تیزکارانه و بازی مجلا نشان داده نوابسته به کوشش‌های زیاد انگلیسی بهر دسترسی به دومین پیروزی و برآمدن از گروه شاتلندی‌های همسایه نیز هیچ تن نداده حتی در حالت‌های زیاد پیروز شو هم بودند. کوشش دسته ساوتگیت باشد با کلی ستارگان جوان و عوضکنی هری کین هم به نتیجه انجام یافت و پس از گرفتن 4 گل از 2 بازی بهر دسترسی راحت مستقیم و صدرنشین گروه گردیدند. در بازی سوم باید که با چخ‌های در این چمپیونات مستحکم سر به سر شد. در دربی بریتانی که تاریخاً ناتکرار صورت می‌گیرد بیلی گیلمور شاتلندی عنوان بهترین بازیگر را به نامش اختصاص داد.
پس از دایر گردیدن 3 بازی نوبتی دور دوم در گروه دی و ای، عین حال در گروه دی منتخب چخیا با انگلیس 4 خالی داشته. این دو تیم پیشتاز گروه برای اشغال مقام اول بین هم در دور سوم مبارزه میبرند. در گروه ای باشد شویدها با کسب 4 خال از 2 بازی موقتا به زینه اول برآمده، اسلواک‌ها هم امکانی برآمدن از گروه را از دست ندادند. این روزنامه یورو 2020 بود و با شما بودم ایمانبک شودبکزاد. خیر.